شرط و شرایط خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با توجه و دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهتر شده با طلبات نظامی زمان معاصر مطابق گردیده است. امروز جوانان دلیر و شجاع وطن بهر آبادی تاجیکستان، تحکیم امنیت و ثبات و پیشرفت روزافزون مملکت جهد و تلاش ورزیده قرض فرزندی خود را در نزد وطن مادر به طور شایسته و نمونه‌وار اجرا می‌نمایند. جوانان محض توسط خدمت در قسم‌های حربی همه‌جانبه آب و تاب یافته چون جوانمردان شجاع وطن به کمال می‌رسند و دانش سیاسی آنها بلند گشته ادای خدمت را در حفظ مرز و بوم تاجیکستان برای خود شرف و افتخار می‌دانند. قواهای مسلح یکی از رکن‌های مهم پایداری دولت و ملت به حساب رفته کفیل امنیت و آرامی جامعه و استوار صلح و ثبات در کشور میباشد. حکومت جمهوری تاجیکستان بهر مستحکم نمودن قابلیت مدافعوی کشور، بلند برداشتن سطح آمادگی حربی، بهتر گرداندن شرایط مادی و تکنیکی و وضع اجتماعی خدمتچیان حربی غمخوری‌های پیوسته ظاهر می‌نماید. قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان طول 33 سال است که در حفظ مرز و بوم وطن عزیزمان فعالیت نموده ایستاده است. خدمت صادقانه به وطن، حس بلند وطندوستی و خودشناسی و زیرکی هر یک شهروند، خاصه جوانان عامل مهم در راه حفظ استقلال و آزادی، ثبات و امنیت جامعه، اینچنین حفظ منفعت‌های دولت و ملت در روند جهانی شوی و افزایش خطرهای تروریسم و اکستریمیسم ارزیابی می‌گردد. محض خدمت صادقانه و صافدلانه این رادمردان وطن است که امروز در تاجیکستان عزیز صلح و ثبات، یکپارچگی و همدلی و برادری حکم فرماست. واقعا هم افتخار بزرگ ما ساکنان تاجیکستان عزیز است که امروز جوانان دلیر و شجاع برای یکپارچگی میهن عزیز تاجیکستان صاحب استقلال کمر همت بستند. عین زمان افسران و سربازان شجاع قواهای مسلح تمامی دانش و تجربه، ملکه و مهارت خود را به خاطر حفظ دستاوردهای استقلال دولتی سفربر نموده، هر یک پارچه سرزمین را چون گوهر بی‌بها حفظ نموده برای آسوده‌حالی ساکنان شبانه روزی زحمت میکشند. امروز جوانان میهن خوب درک مینمایند که خدمت به وطن قرض فرزندی هر جوانی آگاه و بیداردل بوده مکتب شجاعت و مردانگی است. امروز در قسم‌های نظامی جهتی در سطح بلند برای ماندن خدمت حربی و جسمانی و روحان آب و تاب یافتن سربازان و افسران شرایط مساعد بود و باش مهیا شده، تدبیرهای سازندگی همان ادامه دارند. طول 11 ماه میشود در قسم حربی 08362 دسانت حمله‌آور کوهی ادای خدمت نموده ایستادم. امروز ما جوانان دوران صاحب استقلال باید با تمام هستیمان شکرگزار از آن باشیم که در دولت تنج و آرام و آباد و آسوده زندگی داریم و ما سربازان خدمت حربی نموده ایستادیم. باید هر یک جوانی که خود را همچون جوان وطن دوست می حسابد باید قرض شهروندی خود را ادا نماید. امروز ما باید با تمام هستیمان و پیشوای معظم ملت شکرگزار از آن باشیم که برای ما سربازان تمام شرایط ها را مهیا ساختند. با نظرداشت آنکه صفای قواهای مسلح مملکت اساساً از جوانان عبارت است، تربیت وطندوستی و تقویت حس ملی سربازان یکی از مسائل مهمترین به حساب می رود. برای تحکیم تربیت حربی و وطندوستی سربازان در قسم‌های نظامی تدبیرهای مهم عملی کرده می شوند. در خانه فراغتی حضور داریم. خانه فراغتی در اینجا وقت‌های خالگی خود را در روزهای استراحتی، روزهای عید ما می‌گذرانیم که به تماشای آینه نیلگون، خواندن کتاب‌ها و روزنامه‌ها، بازی شاهمات و غیر بازی‌ها مشغول هستیم و روز خود را سعی و کوشش می‌کنیم که خوب و خوش گذرانیم. نه اینجا کتابی رو از تحفه‌های پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی امامعلی رحمان، کتاب ابوالقاسم فردوسی شاه اثر شاهنامه رو اینجا خوانده ایستادیم که خیلی هم یک تحفه عالی درجه برای خلق تاجیک میباشد و ما سربازان نیز فخر از آن میکنیم که پیروان چنین پیشوا هستیم. ما فخر از آن میکنیم که در چنین یک زمانی آسایشته در چنین وطن عزیز و محبوب دلها خدمت کرده ایستادیم. در شرایط فعلی خدمتچیان حربی با هوشیاری و زیرکی، جهانبینی وسیع، درجه کافی آمادگی روحی و جسمانی، صداقت به وطن، حفظ منفعت‌های دولت و ملت و مهارت و ملکه معاصر کسبی در صف قواهای مسلح با شرافانه قرض شهروندی خویش را ادا می‌نمایند.
қудрату тавоноии артиш албатта аз ҳисси масъулияти шаҳрвандон хоса ҷавонони худшиносу худогоҳ ва миллатдӯсту меҳанпараст вобастагӣ дорад. дар натиҷаи ғамхориҳои зиёд аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти беҳтар гардидани вазъи хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, сарбозонро мебояд дар навбати худ вазифаи бевоситаи худ ҳимояи давлат ва марзу буми ватанро таъмин карда дар омодабошии ҷангӣ, тарбия ва обу тоби ҷисмониву маънавии ҳаяти шахсӣ эътибори доимӣ ва ҷиддӣ зоҳир намоянд. ҳисси баланди худшиносиву худогоҳӣ ва матонату мардонагии хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон эътимоду боварии халқро ба ояндаи дурахшони ватан устувору қавӣ месозад.